در سال 1656 کریستیان اووینز در یک هتل کوچک و پرنور کنار میز شوبی ایستاده بود. پای میزش پر از تراشه‌های چوب و قطعات فلزی بود. او ساعتش را درست می‌کرد. ساعتی که قرار بود دنیا را تغییر دهد. وقتی که او روی حرکت ستارگان فکر می‌کرد و می‌دانست که زمان دقیق کلید فهم جهان است. ساعت‌های قبل از او پر از خطا بودند و سفر دریانوردان را به کابوس تبدیل می‌کرد. اووینز اما می‌دانست اگر بتوانم نوسان آونگ را مهار کنم، زمان دیگر از دست ما نمی‌گریزد. او آونگ کوچک ساعت خود را آویزان کرد و نفس عمیقی کشید. یک حرکت آرام و یکنواخت آونگ را در هوا رها کرد. هر ضربه آونگ مثل ضربان قلبی بود که اتاق را پر کرده بود. اووینز لبخندی زد. ساعت اکنون دقیق‌تر از هر چیزی بود که تا به حال ساخته شده بود و ساعت او با تیک آرامش بخش و دلیلش که از سال 1656 آغاز شد مسیرهای دریایی را روشن کرد و گاهی به مردم یادآوری می‌کرد که حتی کوچکترین نوسان می‌تواند نظم جهان را بسازد.